فقط یه کاغذ سفید و یه مداد لازمه تا یه نقاشی خیلی ساده اما زیبا بکشیم. با چند خط و چند دایره میشه یه نقاشی قشنگ کشید. وقتی به این فیلم نگاه میکنیم با خودمون میگیم ما هم میتونیم اینو بکشیم. تقریبا درست فکر میکنیم چون واقعا خیلی ساده است. اما نکته اینجاست خیلی کم پیش میاد که کسی شروع کنه به کشیدن. یا میگیم وقت نداریم، یا حوصله نداریم، یا اصلا علاقه نداریم. همین باعث میشه هیچ وقت دست به مداد نبریم. حتی اگه بعضیامون هم شروع کنیم زود ناامید میشیم، چون همین که چند تا خط میکشیم و بعد میبینیم که قشنگ نشد ولش میکنیم. اما اینو فراموش میکنیم که این نقاش، همین کسی که اینو داره میکشه الان، اینم بار اولش نیست. اونم بارها و بارها و بارهای نقاشی رو کشیده که الان خیلی ساده داره با مداد